علوم مختلف، ادیان گوناگون، دانش‌های باستانی و عرفان‌ها. تقریباً از سنین مدرسه همه ما با علوم مدرن و ادیان اصلی آشنا شدیم، اما عرفان‌ها و حکمت‌های باستانی مسائلی هستند که برای آشنا شدن با اونها لازمه که خودمون جستجوی را آغاز کنیم. جستجویی که ما رو با خالق تمام شگفتی‌ها و نور مطلق آشناتر می‌کنه. در این کانال ما یکی از عرفان‌های باستانی رو بررسی می‌کنیم. عرفانی به نام اکنکار که حکمت‌های باستانی زیادی رو درون خودش داره. اگر شما هم تمایل دارید که در این جستجو در کنار ما باشید، پس لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. کتاب کودک در سرزمین وحش نوشته سری هارولد کلامپ، کتابی در رابطه با خودشناسیه. فصل 12 کتاب با عنوان جنجال در اتاق تصحیح اینطور روایت شده: سمینار میدوست 1970 به پایان رسید و من به خانه برگشتم در حالی که تغییر بسیاری کرده بودم و دیگر آن فردی نبودم که 3 روز پیش خانه را برای رفتن به سمینار ترک کرده بود. پال در ملاقات‌های درونی به من وعده داده بود که در سمینار با یکدیگر ملاقات خواهیم کرد. در سمینارهای پیشین 1-2 بار با او ملاقات کرده بودم که این خود امتیاز ویژه‌ای برای من محسوب می‌شد، اما روزهای آخر سمینار بدون حتی کوچکترین اشاره‌ای از طرف پال سپری شد. با اینکه مایوس شده بودم، اما احساس هیجان شدید و جدیدی در قلبم داشتم، درست مانند یک هدیه عشق. 2 گروه از افراد در اک هستند که ممکن است در هر جایی پیدا شوند. گروه نخست کسانی هستند که از معنای ظاهری پیروی می کنند و گروه دوم کسانی هستند که با روح عشق زندگی می کنند. تا پیش از این ناآگاهانه عضوی از گروه نخست بودم، یعنی یکی از طرفداران معنای لفظی. در حقیقت فردی ذهنگرا بودم، نه فردی تابع قلب. به گذشته که نگاه می کنم می بینم که سمینار میدوست نقطه تحولی بود که به من اجازه داد تا برداشت ذهنی از تعالیم اک را کنار بگذارم و دیدگاهی معنوی از این تعلیمات داشته باشم. پیش از این تغییر توانایی خاصی در به خاطر آوردن قسمت‌هایی از کتاب شریعت کیسوگماد داشتم که در آنجا پال احکام و فرامین اک را شرح داده بود. تعلیمات اک جزئی از وجود من شده بود. هیچ موضوعی نبود که پال به عنوان مسئله‌ای دقیق و ظریف از آن نام ببرد و من نتوانستم سریعاً آن را در کتاب‌های اک یا دیسکورس‌ها پیدا کنم. در تمام سالهایی که در اک بودم، رویاهای متنوع و سفرهای روحی پرمخاطره بسیاری داشتم. از ظاهر کار اینطور برمی آمد که من یک چلای متعادل، خوب و مخلص اک هستم. چه کسی می توانست ادعا کند که بیشتر از من ماهانتا را دوست دارد؟ با این حال اگر کسی به من گوش زد می کرد که دانسته هایم در مورد عشق الهی چقدر کم و ناچیز است، این اتهام را با بزرگواری کودکانه‌ای می بخشیدم، چون احساس می کردم سوگماد، اک و ماهانتا را با تمام وجود دوست دارم. ولی این عشق عشقی ناقص و محدود بود که از ظهور تسلیس اکنکار در طبقات پایین سرچشمه می گرفت. خلاصه این احساس در برابر عشق حقیقی که از اقیانوس عشق و رحمت الهی سرچشمه می گرفت، احساسی کوتاه‌بینانه و محدود بود. البته ماهانتا بعدها این مسئله، یعنی ناپختگی فرد در عشق ورزیدن را مورد رسیدگی قرار می دهد. قرنهای متمادی زندگی در جامعه، پوسته سختی مانند صدف خرچنگ دریایی در اطراف من پدید آورده بود.
روحی زنده در این صدف بود که ابزارهای زیادی برای خارج کردن من از این زندان در دست داشت. پس از اینکه به خانه رسیدم، چمدانهایم را باز کردم. جریان عشقی ناشناخته و شگفت‌انگیز درونم را می‌سوزاند و آنقدر مرا آشفته و پریشان کرده بود که نمی‌توانستم در اتاقم دوام بیاورم. چند ساعتی بیشتر به غروب آفتاب روز شنبه باقی نمانده بود. بنابراین تصمیم گرفتم کمی پیاده روی کنم. با خود فکر کردم که حتما جایی هست که کسی نیاز به شنیدن مطالبی در مورد اک داشته باشد. با چنین تصور مبهمی دکمه های بالا پوشم را بستم و رفتم تا ببینم اک چه کسی را به سوی من راهنمایی می کند. چیزی از شروع فصل بهار نگذشته بود و هنوز هوا کاملا گرم نشده بود، اما گنجشک ها جیک جیک پر سر و صدای خود را در علفزارهای قهوه‌ای رنگ و یخزده آغاز کرده بودند. آرامش آن روز بهاری، پیاده روی دلپذیری که داشتم و آگاهی از قریب الوقوع بودن گرم شدن هوا اثر مطلوبی بر روی من گذاشت و اضطراب و آشفتگیم را فرو نشاند. به نظر می رسید که هیچ کس در آن ساعت بعد از ظهر بیرون از خانه نبود تا بتوانم فیض و برکت عظیمی را که از سمینار اک دریافت کرده بودم با او تقسیم کنم. همه مردم به داخل ماشین های گرم خود پناه برده بودند و هیچ کس بیرون نبود. بنابراین امیدم را برای یافتن کسی که بتوانم در مورد اک با او صحبت کنم از دست دادم. به هر حال در همان هنگام به پلی رسیدم که بر روی رودخانه عریض کشیده شده بود. در دوردست و در انتهای پل اتاقک مأمور پل پیدا بود. مردی درشت هیکل و سنگین وزن که در طرف دیگر اتاقک به نرده‌های پل تکیه داده بود و در سکوت به جریان آب نگاه می‌کرد. به نظر می رسید ماهانتا کسی را سر راه من قرار داده تا از آنچه در پایان هفته پیش در شیکاگو آموخته‌ام حداکثر استفاده را ببرد. در حالی که به او نزدیک می شدم به من خوش آمد گفت. سر و صدای رد شدن اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌هایی که از روی پل عبور می کردند مکالمه را مشکل می ساخت. درست مثل مبلغی سر صحبت را با او باز کردم تا بتوانم پیامم را به او برسانم. او که در تاریکی های معنوی گم شده بود. خوشبختانه نیازی نبود که برای او اصطلاحات ناآشنای اکنکار را توضیح دهم. نخست این مرد با لهجه‌ای عامیانه شروع به صحبت کرد. او مردی نیرومند و زنده دل و پر از احساسات بود. درست شبیه کسی که یک لیوان نوشیدنی خنک به دست دارد و در کافه‌ای پر از آدم‌های مست آوازهای مستانه می‌خواند. او سرشار از زندگی، خوشقلب و خوش برخورد بود. در حقیقت تمامی ویژگی‌های فردی خوشبخت را دارا بود. از آن دست افرادی که می توانند از تعلیمات اک به خوبی بهره‌مند شوند. در ابتدای صحبتم به نعمتهای بزرگ و ناشناخته‌ای که مثل مروارید بر سر ما می ریزد اشاره کردم. البته آنقدر بی نزاکت نبودم که اضافه کنم مثل مروارید جلوی خوک که یکی از مثالهای پالتویچل در مورد افراد ناسپاس است. برای مدتی او به سخنرانی ناشیانه من گوش داد، اما ناگهان توجه مرا به مردی جلب کرد که سوار بر موتورسیکلتی در حال عبور از روی پل بود. او با کلامی غیر مستقیم آن مرد را که بر موتورش سوار بود به روحی تشبیه کرد که بر جریان صوتی الهی سوار است.
او اضافه کرد این مرد با نیروی خود فاصله این نسبتاً کوتاه را میتواند بدود یا راه برود، اما یک وسیله نقلیه پرقدرت به او این امکان را میدهد که تا به مکانهای دوردست و ناشناخته برود، درست مثل روح بر بالهای قدرت خدا. کم کم متوجه شدم که این بیگانه به زبانی پر اسرار سخن میگوید و میباید عنصر و یا فاکتوری از حقیقت از پیش در ذهن شنونده وجود داشته باشد تا بتواند حرفهای او را درک کند. بعدها فهمیدم که این زبان استثنایی بیان حقیقت به عنوان زبان زرین خرد شناخته می شود که قسمتی از اکویدیا دانش باستانی پیامبری می باشد. به راستی از خرد و دانایی این مرد در حیرت فرو رفته بودم. او توانسته بود رابطه ایستاده و در عین حال بسیار عمیق بین یک حقیقت محض و مسئله ایستاده از زندگی روزمره برقرار کند. در چهره باز و گشاده‌اش چشمانی سیاه می درخشید. گویی با مهربانی از بالا به این دنیای دور افتاده و درمانده از مسائل روحانی می نگریست. خردمندی شگفت‌انگیز او نقصان درک و فهمم از حقیقت زندگی را فاش ساخت. به همین دلیل ساکت ماندم و گوش کردم. او می توانست از چهره‌ام بخواند که اشتیاق من برای درک حقیقت چقدر زیاد است. در ظاهر او فقط یک مأمور پل بود، ساده دل، بی سواد و با لهجه‌ای عامیانه و رفتاری که غیر مؤدبانه می نمود. اما سخنان او شیرین و دلنشین بود، مانند شهد طلایی خدا. با وجود دانش و اطلاعات وسیعم درباره کتاب‌های اک، متوجه شدم که درباره زندگی چقدر کم می‌دانم و شناختم از حقیقت زندگی چقدر ناچیز است. قسمت اول فصل 12 رو اینجا به پایان میرسونیم و در قسمت بعدی ادامه این فصل رو میخونیم. لطفاً برای همراهی با ما در مسیر آشنایی با این عرفان باستانی چنل ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید.